سرخط خبرها: بیش از 100 تاجیکستانی را با یک پرواز چارتری از ابوظبی به وطن آوردند. قرار است حکم گمانبران حمله به کراکوس سیتی 12 مارس اعلان شود و حمله های پی در پی عراق را به برق ماند. سلام بینندگان گرامی، امیدوارم خوبید. نوید بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 5 مارس است و در برنامه این خبرها را داریم. 115 شهروندی تاجیکستان در یک پرواز چارتری از ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب به تاجیکستان آورده شدند. در این باره از وزارت کارهای خارجی به رادیوی آزادی خبر دادند. به اطلاع منبع، هواپیمای شرکت سامان ایر شب 4 به 5 مارس از پایتخت امارات متحده عربی به دوشنبه رسید. طبق اخباری رسیده، امارات متحده عرب در شکل محدود حریم هوایی خود را باز نموده امکان داد که صدها خارجی از برخی فرودگاه‌های این کشور به وطن‌هایشان برگردند. یک روز پیش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اعلان کرده بود که با دستور حکومت شرکت هوایی سامان ایر وظیفه‌دار شده است که برای برگردانیدن شهروندان کشور از منطقه‌های ناآرام پروازهای چارتری انجام دهد. هدف به گفته مقامات آوردن آن تاجیکستانی‌هایی است که در کشورهای خاور میانه قرار دارند و با توجه به وضع پیش آمده می‌خواهند به وطن برگردند. وزارت تاکید کرده است که خواهشمندان بازگشت باید برای ثبت نام به نمایندگی و کنسولگری‌های تاجیکستان در این کشورها مراجعت کنند. دوام روزهای اخیر صدها زائران تاجیکی در عربستان سعودی به سر می‌بردند و پروازهای آنها به تأخیر افتاده بود توسط شرکت سامان ایر از مسیر جده انقره و جده استانبول به تاجیکستان رسیدند. از این پیشتر شرکت سامان ایر از قطع موقتی پروازهای منتظم به تهران و دبی خبر داده بود. با آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل بر ایران در روز 28 فوریه، حریم هوایی شماری از کشورهای منطقه بسته شد و ده‌ها هزار مسافر و سیاحان خارجی در خاورمیانه بند ماندند. ده‌ها شهروند تاجیکستان تا امروز با عبور مرز برخی از این کشورها از جمله ایران را ترک کردند. قرار است حکم گمانبران حمله به تالار کراکوس سیتی هال مسکو روز 12 مارس اعلان شود. در این باره دانیل گوته، وکیل دفاعی جبردیده‌ها، روز 2 مارس به خبرگزاری روسیه تاس اطلاع داده است. به گفته او، مرافعه در دادگاه شهری مسکو خواهد گذشت و حکم گمانبران در حضور خبرنگاران و دیگران اعلان خواهد شد. مقامات روسیه هنوز در این باره رسما خبر ندادند، اما خبرگزاری‌های روسی ریا نووستی و تاس با تکیه به منبع‌های خود نوشتند که دادستانی به 15 نفر گمانبران حبس ابد طلب کرده است. به 4 نفر دیگر از 19 تا 22 سال زندان خواسته شده است. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند که اکثرشان زادگان تاجیکستان هستند. آنها به طرحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می‌شوند. محاکمه گمانبران از ماه آگوست سال 2025 در دادگاه دوم حوزه حربی نظامی در مسکو جریان دارد و برخی از رسانه‌های روسیه نوشتند گمانبران خواستار سبک کردن جزا شده‌اند. مرافعه پس درهای بسته می‌گذرد و معلوم نیست که تا کجا حقوق گمانبر شدگان حمله به کراکوس رعایت می‌شود. وزارت نیروی برق عراق از قطع پوره انتقال برق در سراسر این کشور خبر داده است. مقامات گفتند به تحقیق سبب‌های این حادثه شروع کردند. حالا معلوم نیست که خانه‌های مردم کی روشن خواهد شد. خبرگزاری رسمی عراق با تکیه به مقامات بخش انرژی گفتند کمبود انتقال گاز به نیروگاه‌ها و حمله‌های پی در پی به خط‌های انتقال برق سبب بی‌برقی در کشور شده است. پیشتر از حمله ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اربیل مرکز کردستان عراق خبر داده شده بود. در همین حال ارتش اسرائیل از حمله گسترده به یک مجموعه نظامی در تهران خبر داد که به نوشته پایگاه اکسیوس در آن تمام ساختارهای قدرتی ایران جایگیر شده بودند. به گفته مقامات نظامی، اسرائیل در این عملیات مرکزهای فرماندهی 7 نهاد کلیدی از جمله قرارگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج از بین برده شده است. شمار کشته شده ها معلوم نیست. آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه به ایران حمله کردند. در پاسخ تهران به چندین کشور عربی حوزه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند و نیز اسرائیل موشک و پهپاد سر می‌دهد. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات کشور میگویند با مستحکم کردن ساحل دریای 5 در یک قسمت مرز با افغانستان شروع کردند.
نخست وزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده هم 2 مارت برای دیدن کارهای ساحلبندی به ناحیه همدانی رفته است. در یک نشست خبری در منطقه کولاب گفتند که ظرفشویی بی تنفس در افغانستان راه دریای پنج را دیگر کرده چند ناحیه مرزی تاجیکستان را زیر خطر گذاشته است. مولا رجب یوسفی در این باره گزارش می‌دهد. از همین گالانوی میگیم از سربندی کانال چوبک سرمشتگی تا ناحیه شمسین شاهینه رفته دیدن کردن سند کردیم قریب 47-48 کیلومتر باید ساحلبندی شود. این منصبداری تاجیک میگوید که برای ساحلبندی در دریای پنج یک کمیسیون ویژه تأسیس دادند. رودی که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا میکند وقتهای اخیر به میدان طلاکابی و همزمان مایه بحث دو طرف تبدیل شده است. در یک نشست خبری در منطقه کولاب گفتند که ظرفشویی بی تنفس در افغانستان راه دریای پنج را دیگر کرده چند ناحیه مرزی تاجیکستان را زیر خطر گذاشته است. مسئله دریای پنج بله این مسئله یک مسئله چی خیست است که از طرف جمهوری همسایه کارهای بسیار ظرفشویی در فعالیت سخت کرده ایستادن تکنیک‌های پروقیدار کار کردن یکی از طرف ما هم چاله‌جویی کردیم ما قید کردن که ما قریب 12-13 هزار تخته‌سنگ داریم در نوبت خود با از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان سمنت مواد ساختمانی وارد شده است. واکنش جانب افغانستان به سخنان منصبداری تاجیک معلوم نیست. بنا به عکس‌های ماهواره‌ای که رادیوی آزادی دید از سال 2022 تا 2025 رود پنج به قبل از غلبر گذشته است و این رود که در تاریخش هیچگاه شاهد چنین تگرگ نبود بارها تغییر کرده است. در یک نوار از سال 2025 در شبکه‌های اجتماعی یک افسر تاجیک خطاب به مقامداری طالبان در افغانستان میگوید ما اگر کمی سنگ ریزیم شما اعتراض میکنید ولی همه را ویران کردید. به اطلاع رسمی تاجیکستان تا شروع سال 2026 25 کیلومتر منطقه زیر خطر را در لب دریای پنج ساحل بندی کرده است. این منطقه در ناحیه‌های فرخار، همدانی و شمس‌الدین شاهین هستند. حالا قرار است 10 کیلومتر دیگر ساحل بندی کرده شود. از جانب کمیته باشه همه تکنیکا و چیزایی که لازم است در حالت مداواش قرار در سپارش کشید ما تکنیکا و چی مهندسیمون اونجا سفربر میکنیم. ظرفشویی در آن سوی دریای پنج در افغانستان 3 سال پیش و بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان اوج گرفت. در برابر ساکنان محله شرکت‌های چینی هم آنجا حضور داشتند. تاجیکستان هم در این مدت ظرفشویی را در ساحل پنج بیشتر کرده است. به اطلاع یافته رادیوی آزادی چند شرکت تاجیکی با جلب کارگران و تجهیزات چینی در آنجا طلا می‌کابند. چند نفر آنها در 2 حمله از خاک افغانستان در سال‌های 2024 و 2025 کشته شدند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه را با خبری از دوشنبه پی میگیریم. پلیس پایتخت با نشر این نوار از بازداشت و مجازات یک راننده جوان خبر داده است. طوری در نوار دیده می شود در حالی که ماشین در راه کلان حرکت می کند در قسمت پیش آن یا در روی به قول کاپوت نفری خوابیده است. مقامات گفتند راننده رفیقش را به همین شکل در ماشین سوار کرده حالت خطرناک و صدمه‌وی را ایجاد نموده است. نظر راننده و مسافرش معلوم نیست. دوشنبه پلیس با نشر عکس آنها از جریمه شدن راننده خبر داده از ساکنان خواسته است ضمن اداره ماشین جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. به اطلاع رسمی در طی 2 سال اخیر در راههای تاجیکستان بیش از 1000 کس جان باخته قریب 3000 نفر مجروح شدند. حالا بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 5 مارت خبر می‌دهد. 5 مارت سال 1953 در سن 74 سالگی دیکتاتور ایوسیف استالین درگذشت که در 29 سال حکومتش در اتحاد شوروی یک نظام سرکوبگری جاری نمود و میلیون ها نفر اساساً ضیاییان و روشنفکران، سرمایه‌داران و دهقانان، منقدان و آزاداندیشان را زندانی و به دلغک کرد. طرفدارانش را برای به قول آنها پیروزی اتحاد شوروی در جنگ دوم جهان ستایش می‌کنند. در تاجیکستان هم در دور استالین هزارها نفر اساساً روشنفکران
رهبران و سیاستمداران قربانی تعقیبات استالینی شدند. پس از یک دوره محکومیت در روسیه پوتینی، استالین دیگر باره به سیمای مثبت تبدیل داده می شود. 5 مارت سال 2019 با قرار دادگاه در شهر تاشکند، دختری کلانی پرزیدنت سابق ازبکستان گلنوره کریمووا به زندان انتقال داده شد. تا اون زمان او 4 سال در حبس خانگی بود. کریمووا را در گرفتن رشوه‌های مخصوصاً کلان از شرکت‌های خارجی گناهکار کردند. گلنوره کریمووا را که زمان وارث پدر در تخت پرزیدنتی میگفتند، سال 2020 به 13 سال و 4 ماه علاوگی حبس محکوم کردند. 5 مارت سال 2015 در شهر استانبول، عمرعلی قواتوف مؤسس گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به قتل رسید. برای قتل او گروه شهروندان تاجیکستان گناهکار شدند که به قول سازمان‌های حامی حقوق با دستور مقامات در دوشنبه این کشتار را انجام دادند. قتل قواتوف مدهش‌ترین نمونه تعقیب منعقدان حکومت تاجیکستان در خارج نامیده می شود. شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار اندکی بالا رفته است. 100 دلار آمریکایی به 950-952 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی امروز 122 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، سپاس که تا این لحظه برنامه با ما بودید. خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خیر، تا بازدید.